الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سؤال نمودند از مسئله خرید و فروش به واسطه کریدیت. خرید و فروش متاعها بمانند خانه، بمانند ماشین یا بمانند این چیزهای دیگر به واسطه رسروچکه، لیزینگ، کریدیت و غیر نمودهایی که نسیه به وقتهای طولانی با کمی گران یا زیادتر گران شدن نرخ این سلعه و متاع، چیزی فروشنده، چیزی که فروخته می شود از نرخ اصلیش فروخته می شود. این نمود خرید و فروش را در زبان شرعی، در اصطلاح شرعی و فقهی در نزد اهل سنت و الجماعت بیع التقسیط میگویند، خرید و فروش تقسیط. من اولا به شما صورت جایزیش، صورتی که هیچ اختلاف در این نمود و در این صورت نیست و در اصل قرآن و سنت ثابت شده است بیان میکنم که مثال میاریم یا که صورتش را به شما ذکر میکنیم که یک انسان خانه را میخواهد که بخرد یا یک ماشین را میخواهد بخرد یا یک زمین را میخواهد بخرد، اما مبلغ کافی ندارد و در این سالهای نزدیک مبلغ هم جمع کرده نمیتواند. از همین جهت به نزد صاحب همین خانه یا زمین یا ماشین میرود، میگوید که به من همین خانه را بفروش، اما مبلغ تو را من در مدت 1 سال یا 2 سال یا 3 سال یا 4 سال یا 5 سال یا چند سال دیگر میدهم. فروشنده میگوید که بله من به تو میفروشم، اما اگر پول را نقد بدهی خانه به تو 1 میلیون است، اما پول را اگر نقد ندی بعد از 1 سال بدهی 1,100,000 است، بعد از 2 سال 1,200,000 است، بعد از 3 سال و بعد از 4 سال به هر سال یک مبلغ معینی را زیاده تر ذکر می کند. و البته این نمود خرید و فروش با قرآن و سنت و با اتفاق علما و با البته قول سلف اون امت ثابت شده است و جایز است، در حالتی که در درون این نمود خرید و فروش یگان شرط و شروط اصلیه که حتما باید عمل کرده شود ریبوی باشد وجود نداشته باشد. این سخن ما را سخت دقت بدید که شرط به زبان روسی یعنی اسلوویه، شرطی اصلی در بر میگیریم. ما شرط اصلی را ذکر کرده ایستادیم، یعنی شرطی اصلی میشد و شرط فرعی میشد. بعض شرط های در خرید و فروش، در عقد خرید و فروش وجود دارد که حتما باید عمل کنید، دیگر علاج نیست. اما بعضی از نمودهای شرط یعنی اسلوب در خرید و فروش کریدیت وجود دارد که شما می توانید که بر وی عمل نکنید و اقرار نکنید. همچون در نزد این بانک های کفری و بانک های این دنیوی مثل اقرار هم شما را اونها بینند، اما شما در اصل اعتقادا این را حرام میدونید و اقرار نکنید و به همون عمل نکنید و احتیاط شوید. این نمود شرط ها را شرطی فرعی میگویند و اصلی نمیگویند، یعنی شما میتونید که به این شرط ها عمل نکنید. بارک الله فیکم. پس امروز این نمود خرید و فروش برادران خواهران عزیز در سرزمین های کفری و اون سرزمین هایی که کفر در اینجا منتشر شده است بیناد زیاد است و امروزها که مسلمان ها و به خصوص تاجیکان که بسیار مسافر هستند و میخواهند که در این مسافرت کمی مبلغ به دست آورند و مبلغ خود را به این اجاره کردن یک خانه یعنی صرف نکنند و خانه شخصی خود را داشته باشند یا که ماشین شخصی خود را داشته باشند، به این نمود خرید و فروش به نهایت احتیاج دارند، به نهایت احتیاج دارند. و این نمود خرید و فروش را هم الله سبحانه و تعالی و رسولش برای آن اجازه داده است که یعنی مسلمان کمی سبکتر زندگی بکند و برای مسلمان زندگی آسان باشد. و دلیل معروف ترین در این مسئله این است که الله سبحانه و تعالی میگوید احل الله البیع و حرم الربا. الله سبحانه و تعالی خرید و فروش را، همه نمودش را جایز کرد بجز ربوی، خرید و فروش های ربوی که البته ما به شما در این مسئله ذکر میکنیم.
یعنی اصل این مسئله جایز است. یک چیز رو نقد ارزان دادن و نسیه قیمت کرده دادن جایز است، اما در درونش شرط های ربوی باشد، ما این شرط ها رو نظر میکنیم که این شرط ها آیا شرط های اصلی، یعنی اساسی شرط های اساسی هست، یا شرط های اصلی نیو فرعی هست، که ما به شما کمی پیش بیان کردیم که شرط های اصلی همون شرط است که حتما عمل کرده می شود و هیچ راه گریزی نیست، و شرط های فرعی همون شرط های هست که عمل نکردن انسان ممکن است و انسان می تواند که حرکت کند که این شرط ها رو عمل نکند. بارک الله فیکم. پس خودی بنده یک چند ماه هست تقریبا، البته در این مسئله من چندین سال است که صحبت میکنم در مسئله جایز بودنش، لیکن بعد از اینکه برادران و خواهران باز زیادتر از من طلب نمودند، از ماه می همین سال 2019 تا همین روز ببینید که 6-7 ماه هست که بارک الله فیکم در این مسئله سخنهای علما و تمام شرط و شروطهای بانکهای کفری و اسلامی را نظر کردم، جمع کردم و تمام کتابهای علمایی که جایز و ناجایز گفتند البته قرائت نمودم و حالا باشد به شما مختصری این سخن رو میگویم، به نهایت مختصری شدید. اولا تمام بانک‌هایی که حالا در دنیا وجود دارد، بانک‌های کفری یا حتی بانک‌هایی که خود را به اسلام نسبت میدهند، مثلا در مملکت عربستان سعودی بانک راجحی خودش را به اسلامی نسبت میدهد، میگه ما بانک اسلامی راجحی به شرط و شروط و ضوابط اسلام معامله میکنیم، یعنی این بانک معاملهش مثل گویا که فرموده شریعت است میگویند. اما وقتی که به این قاعده کردیت، خرید و فروش کردیت می‌نگریم که در سعودی هم وجود دارد، اگر این بانک به یک شهروند سعودی خانه را خرید بدهد یا که ماشین را خرید بدهد، در اونجا هم شرط ربوی وجود دارد که علما البته اونها را ذکر کردند. بارک الله فیکم. در این مسئله کتاب‌های زیادی وجود دارد و علمای کبار سخن‌های کردند، لیکن بعد از مطالعه‌های زیاد و بعد از مشکلی‌هایی که از طرف علما نوشته شده است در این مسئله و بعد از اینکه علما اجابت دادن، نظر میکنیم که البته این کردیت را مطلقاً حرام گفتن این چنین سخن از علمای اهل سنت و الجماعت و علمای کبار ذکر نشده است. میگویند در این نمودی خرید و فروش یک چند مشاکل وجود دارد. مشکلی اول، هر کسی که به واسطه بانک، به واسطه کردیت یا رسروچکا میخرد خانه را یا ماشین را، در اونجا یک شرط وجود دارد. بانک به شما شرط میماند، اسلاویه میماند و میگوید که شما اگر پول را، مبلغی این خانه را هر ماه در وقت معین داده نتوانید، ما شما را چی میکنیم؟ غرامه میبندیم. غرامه چی میگن؟ اشتراف یا که جریمه میگن به زبان تاجیکی، غرامه، جریمه و به زبان روسی اشتراف میگن. اشتراف میکنیم، جریمه میبندیم. یعنی وقتی که شما یک خانه رو میگیرید یا یک ماشین رو میخرید، به مدت 3 سال نرخ ماشین کمی قیمتتر میشود، لیکن به مدت 3 سال هر ماه باید شما مثلا 50,000 پرداخت کنید به بانک، برای اینکه بانک به شما این خانه و ماشین رو خرید، از صاحبش به شما داد و بانک فایده خودش رو گذاشت. اما یک حالت شد، حالت این است که شما همین پول رو نتوانستید که بدهید، مثلا شما شرایط شما نشد، یک حالت شد که شما این پول رو پرداخت کردن نتوانستید. در همین جا مشکلی به وجود میاد. مشکلی این است که بانک به شما جریمه میبندد. اینجا سوال میاد که جریمه بستن بانک آیا این پرسنت حساب میشود، ربا هست، حرام است و به همین واسطه ما میتوانیم که بگوییم که این نمود خرید فروش حرام است یا نه؟ مسئله اول رو بار دیگر تکرار میکنم. اولین مسئله که انسان هایی که خرید و فروش کردیت رو حرام میگن، این مسئله جریمه بستنی شخصی که خریده است و پول رو در وقتش پرداخت نکرده است. جریمه ای که بانک انسانی این خریده رو میبندد، از طرف بانک جریمه میشود یک انسان از سبب دیر کردن یا نپرداختن مبلغ معینی هر ماه. آیا همین جریمه ربا حساب کرده می شود یا که نه؟ البته کسانی که خرید و فروشی
کردیت رو از اصل منع میکنند، باز میآیند همین رو هم دلیل میکنند، میگن که البته جایز نیست. اما شیخ الراجحی و دیگر شیخایی که بارک الله فیکم این مسئله رو نظر کردند و دیدند و سخن کردند میگویند، ببینید حتی در مملکت عربستان سعودی جریمه میبندند. گفتند علمای کبار گفتند، نظر کردند جریمه رو اگر بندند، انسانی که جریمه میشود به دو حالت تقسیم میشود. جریمه شونده اول انسانی که قادر باشد، انسانی که پول داشته باشد، انسانی که مبلغ شرایط داشته باشد و پول رو برد و ندهد، هر ماه پول رو برده ندهد و به عیب خودش همین کار رو، همین عمل رو، یعنی پول نبرده پول رو پرداخت نکند، در این حالت جریمه کردن درست است و این ریبا نیست. مثال یک انسان خانه رو خرید به واسطه بانکی کفری یا اسلامی و شرایط دارد، پول دارد، مبلغ دارد، اما به این بانک مبلغ معین شده هر ماه رو پرداخت نکرد. بانک از نوبت خود این انسان را جریمه بست. گفت از سبب اینکه تو یک ماه، دو ماه، سه ماه نآوردی، تو هر ماه در همین ماه که به ما پرداخت معین را انجام ندادی 5% یا 10 یا 20% مبلغ زیاد میشود، به تو جریمه بست. این رو جریمه. علمای اهل سنت و جماعتی که کبار علما هستند میگویند در سعودی این نمودی عمل رو ما ریبا نمیگوییم، این جریمه برای یعنی حفظ است، برای حفظ کردن خودش است. انسان اگر خودش رو به همین واسطه حفظ نکند، تجارتش رو، حتی بانک اسلامی اگر خودش رو به همین واسطه حفظ نکند، مردم میخرند چیز رو به واسطه بانک نمیدهند، برای که این میگن یک راه تعذیر است، یک راه ترسانیدن است. اینا پیشکی میفهمونن که تو ترسی یا که پیش از خریدن فکر کنی که تو آیا شرایط داری یا نداری. برای همین علما میگویند که کسی که شرایط ندارد یا مبلغ ندارد بهترش به این نمود خرید و فروش دست نزند، چرا که آخری کارش به مفسده میرود. از همین جهت در اول خرید و فروش در اول باید این شرطنامه رو خوب خوند و فکر کرد و آینده رو فکر کرد. لیکن تقریبا میگن علما، تقریبا دانید که شما شرایط دارید، مبلغ دارید، کمی این طرف و اون طرف مبلغای معین دارید، اگر کارتون نوشوی هم شود هم کار هم پیدا نکرده توانید هم شاید یگون چیزی دیگر دارید که فروشید، یگون چیزی عموم میتوانید که خلاص شوید، در این حالت توکل میکنید، خرید و فروش میکنید، ان شاء الله الله آسان میکند. 100% شما انیق ندانید هم میکنید. اما شما اصلا یک انسانی قنبغل باشید و یک پرداخت دو پرداخت رو توانید یک ماه دو ماه پرداخت کنید و بعد از این اصلا پول ندارید، شرایطی ندارید، یک خویش تباری ندارید، دوستی ندارید، یگون مبلغی در یگون جا ندارید، کار ندارید، در این حالت میگن شما به این نمود خرید و فروش کردیت دست نزنید. بارک الله فیکم. وقتی که ما جایز میگیم میگن معناش نیست که هر کس برود خرید و فروش کردیتی بکند و در نتیجه به قرض گرفتار شود. پس میگن این جریمه کردن است و این رو ریبا گفته نمیشود. اگر انسان میگن انسان پولدار باشد و برده ندهد، اما اگر انسان قنبغل باشد، پیش از خرید و فروش کردن شرط و شروط رو نظر کرد، کمی گرد و اطراف خود رو نظر کرد که این میتواند که این پول رو حرکت کند، هر ماه بدهد. قنبغل بود لیکن فکر کرد که میتواند، برای اینکه کار داشت، شرایط داشت، لیکن یک بار سلامتیش بد شد یا کارش ناآمد کرد، قدر الله ما شاء فعل، و بعد از این پول رو سپریده نتوانست. در این حالت، در این نمودی حالت، وقتی که انسان گفتن جریمه می شود، علما به دو قسم تقسیم شدند. هستند علمایی که گفتند این ربا است، گفتند برای اینکه انسان در اخر شرایطش نبود جایز نیست، و هستند علمایی که گفتند این ربا نمی شود و این هم تعذیر است. این هم تعذیر است، یعنی این هم برای هر یک تاجر برای خودش رو دفاع کردن، برای مالش رو از بین نبردن جایز است. گفتند از همین جهت ما میبینیم مثلا من کسی که تخصص فقهی دارم نظر میکنم که امروز مردم به همین عمل دست میزنن یا نمیزنن. مردم به ما هم دست زده شدن، ما میگیم بله این ربا نیست، این جریمه هست، به قول جریمه میرویم. این هم چون جریمه است، جریمه کردن است، بله این مسئله اختلافی است، لیکن ما طرفی جریمهش رو میگیریم، برای اینکه علمای کبار در این مسئله صحبت کردن، طرف جریمهش رو میگیریم و میگوییم که برادران و خواهرانی که خرید و فروش کردیت میکنید، شما اول ببینید که شرایط دارید، یک کار دارید، گرد چهار دوستا دارید، برادران خشتبار دارید، و بعد از این به این خرید و فروش دست زنید. اگر شما سبحان الله
شرایط نداشته باشید و دانید که یک به مشکلی گرفتار میشوید، گمان بسیار شما به مشکلی گرفتار شده باشد، به این نمودی خریدن چیز دست نزنید که عاقبت خودتون بد میشود. بارک الله فیکم. و بعد از این مشکلی اول که جریمه بستن بود با همین تمام میشود و کسانی که 100% این رو ربا میگن خطا میکنند، غلط میکنند، کسی نباشد. بارک الله فیکم. برای که باید اختلاف رو ذکر کرد، این مسئله فقهی است، باید اختلاف رو ذکر کرد و بعد از این باید اجتهاد علمایی که کردند کدام علما به کدام علمای کبار و علمای صغار رو نظر کرد و بعد از این شرایط امت اسلام رو نظر کرد که مردم این رو به خاطر کیفیت میکنند یا از سبب ضرورت، مردم پول دارند و این عمل رو دست میزنند یا که مردم از سبب مجبوری میکنند و بعد از این باید بعد از این فتوا داد که این چی است و چی نیست. و ما میگیم که این نمودی مشکلیه که مردم همین رو، بعضی از طالب علم ها یا بعضی از علما همین مشکل رو ذکر میکنند و خرید و فروش کردیت حرام است میگند، ما میگیم که این سبب حرام بودن کردیت نمیشود و جایز است و این نمود همچون جریمه است و این پرسنت گفته نمیشود. گرچنده که بعضی روزی نیستند، خیر کسی که روزی نیستند به دیون قبل رفتند مشکلی ندارد. بارک الله فیکم. و البته هر یک طالب علمی که در همین مسئله میخواد که معلومات کامل بگیرد، ما در دستمون کتاب‌های علمای اهل سنت و الجماعت رو بیع التقسیط صوره فی هذا العصر، بیع التقسیط و صوره فی هذا العصر، بیع تقسیط بیع کردیت، راسروشکا لیزینگ و نمودهایش در همین عصر با تمامی جمع من علماء الكبار گفته ذکر کرده هستند، علمای اهل سنت و الجماعت نوشته هستند. ما بیان میکنیم، میرسونیم این کتاب به دست برادران و خواهرایی که مسئله فهمیده میخواد، البته عربی است. و بعد از این مسئله دومی که به همین مسئله یا سبب دومی که به همین سبب کردیت رو حرام میگویند، این سبب دوم یا مسئله دوم این همون مسئله است که میگویند این خونه میگند وقتی که انسان کردیت به واسطه بانک میخرد یا ماشین رو میخرد، این خونه رو فروخته نمیتواند و این خونه در اختیار بانک هست. انسان وقتی که پول رو پرداخت کرده نتوانست، بانک این خونه رو کشیده میگیرد. از همین جهت گفتند این عقد باطل است، برای که عقدی که در اون عقد شما یک چیزی که خریده شدید به طرف شما به زیر تصرف شما کاملا ندارد، این گفتند حرام است. از همین جهت گفتند این نمود خرید و فروش حرام است. ما میگیم که البته این سخن درست نیست، این سخنی که گفته درست نیست، بلکه علمای اهل سنت و الجماعت میگویند که جایز است که شما یک خانه رو، یک ماشین رو، یک چیزی بزرگ قیمت بها رو به یک کسی فروشید، کمی پولش رو قسما پولش رو گیرید، اما این خانه رو البته به استفادهش دید، البته باید استفاده کند، استفاده نکنه جایز نیست. اگر به استفادهش دهید اما برای احتیاط کردن مال خودتون، برای احتیاط و حفظ مال خودتون شما در حالت دکمنت، در حالت ورق ها رو 100% به نام وی نگذرانید، جایز است و این حمایه مبلغ خودمو است. بانک هم همچنین است، یعنی بانک به شما یک خانه رو میدهد که نرخ خانه مثلا 10 میلیون است، 5 میلیون است، 2 میلیون است، میگوید که این خانه از آن تو به من یک مقدار معین پول رو میپردازی، انسان یک مقدار معین پول رو به بانک میدهد، خانه به نام شما 100% نمیگذرد، اما شما در این خانه چیکار میکنید؟ زندگی میکنید. انا همینجا است، یعنی خانه به زیر تصرف شما میدارد، ماشین هم به زیر تصرف شما میدارد، شما ماشین رانندگی میکنید، به خانه میدارید، زندگی میکنید، اما اسناد این خانه، اسناد یعنی دکومنت این خانه، اسناد این خانه یا ماشین 100% به نام شما گذرانیده نمیشه و تا که شما بانک رو یا که یک انسانی که به شما این خانه و بانک این ماشین رو فروخته است فریب ندید. بانک در اینجا خودش رو حمایت میکنه. بانک اسلامی است یا کفری است، یا که این بانک نباشه یک انسان باشه. مثلا من به شما به یک نفر انسان خانه رو فروختم با قرض، ما میگم خانه رو زندگی کن، من این کلیتش چیزی کنی، خانه تو است، اما کاغذ رو من 100% به نام تو نمیگذارم، بلکه یک دگواری دیگری میکنیم، یک عقدی دیگری میکنیم، نتوریا یعنی به شاهدهای برادرای موحد شاهدی میگذاریم و خط میگذاریم، اما سبب چی؟ سبب اینکه شما ما رو فریب ندید. بانک هم همچنین میکند و از همین جهت این نمود خرید و فروش رو حرام گفته نمیشه، در این جایز است.
اگر انسان پول رو داده نتوانست بانک کشد گیرد، همین میتواند که حرام کند خرید فروش رو، نمیتواند. بانک میکشد و میگیرد. و تمامی بانک های روسیه رو برادرای موحد به من خبر دادند، خوندند، قانونهاش رو دیدند، شرط و شروط اسلوب های بانک های روسیه رو دیدیم، اروپا رو دیدیم، آمریکا رو دیدیم، عرب ها، دولت های عربی رو دیدیم که در اینجا وقتی که بانک خانه رو میگیرد کشیده و خانه رو میفروشد، پولی مقدار معینی شما رو میدهد. پول خودش رو، ضررش رو میگیرد و پول شما رو کمتر باشد هم گردانده میتد و این جایز است، اصلا این که شما ضرر رسونید. بارک الله فیکم. و این دومین یعنی سبب هم نمیشود که ما کرید رو حرام کنیم. سبب سومین از همه سبب سختترین و بدترین سبب ریبوی گفته می شود. این سبب این است که بارک الله فیکم از همه این سبب ها سبب یعنی جریمه بستنی که ما در اول گفتیم. جریمه بستن که در اول گفتیم که وقتی که انسان به خرید خانه یا ماشین مشغول می شود، در همونجا شرط رو می بیند که می گوید تو اگر تأخیر کردی به یگون عذر، انا اینجا کدام نمودی یعنی حالت پرداخت نکردن مبلغ و در کدام حالت اینجا ریبا می شود، یعنی شرط ریبوی است. بانک های کفری شرط هایی که گذاشته است در اونجا حالت شما رو بیان کردگی نیست، یعنی شما پول دارید و نآوردید، پول ندارید و نآوردید، شما شروطتون وضمین بود سبک بود نیست. بانک های کفری ریبوی میگوید که تو مبلغ رو اگر یک روز هم دیر کردی، حتی برادرو با من گفتن که این چنین نیست، حتی بانک های کفری هم به شما مدت میدهد. گفتن بعضی بانک های کفری هست که گفتند به شما مدت میدهد، یک ماه دو ماه. اگر مدت ندهد هم در شرطش اومده است، در همون اسلوب خریدن خونه اومده است که اگر تو دیر کردی تاخیر کردی حتما پرسنت میپردازی. انمین در حقیقت گفتند علما، ببینید از پیشتر سخن یکمی ما از سبب یکمی سبب سوم فرقش این است که در اینجا یگون دیگر حالت رو بیان نکردن. گفتند تو غم بغل هستی نیستی، شرایطت شد نشد، بای هستی نیستی، فرقی به ما ندارد. تو اومده نتوانستی، تو اواری شدی، تو به حادثه گرفتار شدی، تو خونه سوخت، فرقی ندارد. تو وقتی که به ما پول رو نآوردی تو باید حتما پرسنتی یا 5-10% تو باید پول زیادتی جریمه حتما میبندیم، حتما جریمه بسته میشد. حالتی تو چیز شده باشد جریمه، تو مرده باشم جریمه ببندیم. انا این رو میگن که البته این شرط ریبوی است، چرا که حالت شما رو نظر نکرد. حالت شما رو نظر نکرد، حالت شما رو نمیپرسد. وقتی که به بانک میروید و کمی از حالت خودتون میخواهید که بگید، اصلا قبول ندارد. بانک های اسلامی حالت شما رو گوش میکند و بعد از این جریمه رو کمتر یا زیادتر میزند. اما بانک های اسلامی مخصوص شنیدن حالت شما رو دارد. شما رو میپرسد که چه حالت شد، چرا نآوردید. شما بعد از این چی میکنید؟ اثبات میکنید که کمبودی داشتید، این داشتید، اون داشتید. از همین جهت شما رو جریمه نمیکند، یا که جریمه کند هم کم میکند یا میکند و غیره. اما بانک های کفری اصلا این حالت شرط رو ندارد، از شما حتما هیچ چیز گوش نمیکند. تو میگد با من هیچ چیزی گفتن حق نداره، حتما تو باید پرسنتی. انمین شرط ریبوی است. سوال اینجا است که آیا همین شرط میتواند که 100% کردیت حرام باشد؟ علمای کبار اهل سنت و جماعت میگن که یک شرطی که اصل نباشد، یعنی حتما به وی عمل کردن ضرور نباشد، شما توانید که به وی عمل نکنید، این شرط باطل است. ما در وقت یعنی خریدن اعتقاد میکنیم که این باطل است و قبول نمیکنیم و بعد از این حرکت میکنیم که به همون شرط عمل نکنیم. اما اگر دونیم که ما به همون شرط شاید عمل کرده مونیم، گرفتن در این حالت جایز نیست، حرام میشود. یعنی خرید فروش کردیت از این میبرد که به بعض انسان ها حرام میشود. خریدن بگیم فروختن، خریدن کردیت به بعض انسان ها حرام میشود. به کدام انسان ها؟ انسان هایی که میدانند که این پول رو داده نمیتوانند و یک روز چی میشوند؟ یعنی گمانن، اقلا باید گمان دونند، یعنی میدونند که بعد از یک ماه دو ماه حتما پول دیگر ندارند. البته به اینها جایز نیست که روند کردیت گیرند. اما یک نمود انسان ها هستند که پول دارند، کار دارند. اگر پول کار نداشته باشند هم با باغچه ها دارند و خانه ها دارند و تجارت دارند، یا فرزندای بار دارند، یا عمک و تقای خیش و تبرهای بای دارند و هم میدونند که اگر خودشون پولشون نرسد یک چیزشون نمیفروشند، چیزشون نرسد یا که
چیزشون نرسد یک چیزی دیگر میفروشند یا و غیره و غیره. بارک الله فیکم. یا که از کسی پول میگیرند یا که از کسی پول میگیرند و با همین راه چی میکنند؟ بیع این عقدی که شده است در بینشون، این بیع و این عقد رو حل میکنند، میرسونند. یعنی اینها هر چیزها دارند به یگان واسطه این مسئله رو حل میکنند. بارک الله فیکم. برای اینها جایز است، برای که اینها یعنی حالتهای خود را دارند، مبلغهای اضافی و یا بوق دارند بگفتیم، یا طلا دارند، یا این دارند و آن دارند. اما یک کمبغل بیچاره هیچ چیزی ندارد، حتی خودش خونه ندارد، فرزند پوبوی ندارد، هیچ کسی ندارد، به این بیع کردیت گرفتن البته جایز نیست، کاری مقرری هم ندارد. بارک الله فیکم. برای که انمی شرط ریبوی است. علما میگن کسی که شرایط دارد، یعنی گردی چور، خیش و تبار، دوست و البته پول مال و مبلغ این آن دارد، در این حالت میگیرد. اگر کار نداشته باشد هم کارش در مابین نابود شود، هم از دیگر جهت به ریبا خود را نمیبرد، به یک شرط که در اولی وقتی که انسان امضا میماند این بیع را عقد میکند، به درونش اعتقاد میکرد که انمین شرطی باطل است، من این الله شاهد باشی قبول ندارم، لیکن کفر رو بین گفتن شرط نیست، امضا میماند میگیرد و این شرطی باطل است و به همین شرط خودش رو نزدیک نمیکند. با همین مسئله جمع بس میشد. ما وقتی که فتوا دادیم به کردیت، لیزینگ، رسروشکه، فقط گفتیم برادران و خواهرانی که مبلغ دارید، شرایط دارید، شما گرد و اطرافتون خوب است، اگر کارتون ناآمد شده، تجارتتون کساد شود هم، کارتون از دستتون رود هم، شما میتونید که یک چیزی دیگری رو فروشید یا یک از خویش و تبارتون قرض گیرید و این کار رو حل کنید، برای شما جایز است، به شرط این که در حالت امضا ماندن شما به درونتون اعتقاد کنید، به قلبتون و به خودتون اعتقاد کنید که من پرسنت حرام میدونم و همین شرط قبول ندارم، و بعد از این حرکت کنید که به همون شرط عمل نکنید. اما کسانی که کمبغل هستند و اصلا هیچ چیز مال و مبلغ ندارند، به کردیت دست زدنشون در حالتی که پول ندارند، خیش و تباری که دستگیر میکنند ندارند و میدونند که بریبا میرند، برای اونها جایز نیست و با همین مسئله به پایان میرسد. سبب این سخن چیست؟ برای اینکه همین شرطی فرعی هست، شرط اصلی نیست. این به میشود که عمل نکرد و این اعتقادا رد کرد و این اقرار نکرد. بارک الله فیکم. اما بودن یک شرطی که به مانند بودن شرط فرعی، یعنی همین شرط پرسنت فرعی اصلی نیست و فرعی است، انسان میتواند که عمل نکند، همون بودنش بیع باطل میکند یا نمیکند؟ البته به اتفاق علما این است که اگر شرطهای اصلی در شرطهای اصلی که حتما به وی عمل کرده میشد ریبوی نباشد و در شرطهای چی باشد فرعی، یعنی شرطهای در شرطهای میده چوده قاعده ها یا شرط های ریبوی باشد و به وی عمل نکردن هم شود و انسان داند که به وی عمل نمیکند، اعتقاد باطل بودنش رو کند، گرچند که امضا مانده است، خرید و فروش باطل نمیشود، عقد به یک شرط فرعی باطل نمیشود و این معروف است در علم فقه و اصول فقه. بارک الله فیکم. و با همین باز میگردیم جایز بودن و نبودنش و بکی ها جایز بودنش و نبودنش حل میشود. و من برای همین به برادرانی که تجارت میکنند، چندین سالها تجارت میکنند، پول و مبلغ‌های زیادی رو به کفار میدهند، به خانه های اونها هر ماه پول میدهند، به اونها گفتیم که شما پول دارید، شما 10 سال است که به اونها پول داده شده، شما میتونید که به همون پولی که به همون خانه دهید، به همون کوارتر دهید، یک خانه خرید. از همین جهت برای شما خوب است که خانه خرید، برای اینکه شما تجارت دارید، شما دیگر خانه های زیاد دارید یا که در دیگر شهر دارید یا که خیش تبار زیاد دارید، شما میتونید که در صورت پول خودتون نرسیدن هم از دیگر کسی بگیرید بدهید. اما کسی که این شرایط رو ندارد، البته ما به اونها میگیم که احتیاط شوید و البته شرایط خود رو ببینید و برای شما جایز نیست که در حالتی که پول ندارید روید کردیت بگیرید و به ریبا دست زنید و البته به کار حرام دست زنید. بارک الله فیکم. حیاکم الله و بیاکم. با همین این مسئله حل و فصل خودش رو مییابد.